زمستان برای مؤسسه‌های تعلیمی یکی از موسم‌های مسئولیت‌ناک به شمار می‌رود، زیرا در این دوره نگاه داشتن حرارت مساعد در صنفخانه‌ها و تامین روشنی برای روند تعلیم نقش مهم می‌بازد. در ناحیه باباجان غفاروف به مسئله زمستان گذرانی در مؤسسه‌های ساحه معارف دقت جدی داده شده، با مقصد تامین نمودن تحصیل منتظم یک قطار تدبیرها عملی گردیدند. پیش از فرارسی هوای سرد و بارشناک، مسئولین در همه مؤسسه‌های تعلیمی کارها را عاید به آمادگی به دوره زمستان انجام داده، از مواد ذخیره گردیده امروز گرمی صنفخانه‌ها را تامین و با مقصد صرفه‌کاری نیروی برق قوه برق را برای روشنی کار بس می‌کنند. احتیاطکاری و صرفه‌کاری در اویله البته امکانیت می‌دهد که از جهت مالی صرفه‌کاری شود. از آن جمله در مؤسسه تعلیمی ما با اون حرکت میکنیم که از برق ثمره‌ناک استفاده کنیم، در وقتی ضروری فقط برای روشنی استفاده میبریم. این امکانیت میدهد که امروز کلکتیو خوانندگان و آموزگاران مکتب برنامه‌های تعلیمی، نقشه‌های تعلیمی را به حیات تطبیق کرده، کار تعلیم و ثمره‌ناکی آن را بدن برداشته در تربیت نسل نو پیشرفت را تامین کرده ایستادند. با مقصد کم کردن وابستگی از برق مرکزی، برخی مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه از راه‌های آلترناتیوی تامین نیروی برق استفاده می‌برند. آموزگاران و رهبریت مؤسسه‌های تعلیمی با درک اهمیت استفاده تکنولوژی‌های معاصر در سمت صرفه نیروی برق تصمیم گرفتند که من بعد در بام یا حوله مکتب‌ها پنل‌های آفتابی نصب نمایند. این عمل نه تنها تامین روشنی دائمی را امکان پذیر می‌سازد، بلکه وابستگی از شبکه مرکزی برق را کم نموده بی خطری روند تعلیم را تامین می‌سازد. در این روزها مسئله نیروی برق و صرفه‌کارانه استفاده بردن آن مسئله خیلی مهم و جدی است. با پدر و مادران خوانندگان و با خود خوانندگان کارهای فهماندهی آیت استفاده عاقلانه نیروی برق گذرانیده ایستاده‌اند. یکی از واسطه‌های مهم که نیروی برق می‌دهد پنل آفتابی است. نقشه داریم که در آینده در مؤسسه پنل آفتابی را نصب نماییم. بنا به اطلاع داده شده امروز نزدیک 80% مؤسسه‌های تعلیمی و تربیتی ناحیه باباجان غفاروف به سیستم متمرکزانیده شده خردی گرمیدهی پیوست گردیده. از تعمیر شبکه‌های گرمیدهی تا ذخیره نمودن مواد سوزشواری سری وقت اجرا و در این روزهای بارشاتی محیط آموزش و تعلیم و تربیتی به راحت را برای خوانندگان مهیا کردند. برای تامین غذانوکی کودکان در دوره زمستان در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی شیرخوارگاه کادکستان نمره 21 شکوفه های استقلال چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. محصولات ضروری خوراک ذخیره کرده شده است. استفاده از انگشت هضمی ذخیره گردیده 7 گروه کودکستان برای تعلیم و تربیت در فصل زمستان مطابق کرده شده است. تلاش مسئولین مؤسسه‌های تعلیمی و تربیوی برای نصب پنل‌های آفتابی قدمی خیلی مهم است. این اقدام با مقصد استفاده منبع‌های آلترناتیوی نیروی برق، بلند برداشتن ثمره‌ناکی انرژتیکی و تامین فعالیت استوار مؤسسه‌ها در تمام فصل‌های سال عملی می‌گردد. مثلا مسئولین کودکستان رقم 4 که 12 گروه تربیوی دارند، علاقه در این سمت نقشه بندی کردند. ما در نقشه داریم که کودکستان را با برق آفتابی تامین کنیم. برای این ما حاضر در ماه ینور سال 2026 در سمت بودجت برای همین ما مبلغ حرکت کرده مبلغ جدا میکنیم که کودکستان را به سیستم برق آفتابی وصل نموده اون سیستم را تمام سال در کودکستان کار فرماییم. افضلیت در آن است که این قوه برق ثمره‌ناک استفاده برده می شود. ما می توانیم ذخیره کنیم. تامین گرمی و روشنی تحصیل را آسان می کند و به حفظ سلامتی و بی‌خطری اشتراکچیان روند تعلیم نیز مساعدگر است. تدبیرهای اندیشیده شده برای زمستان گذرانی مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه باباجان غفاروف گواهی می دهد که به رشد ساحه معارف و فراهم آوردن محیط تحصیلی معاصر توجه ضروری در این منطقه ظاهر کرده می شود. مستانه محیدی لازاده، اعظم جان شریفов، حبیب ابراهیم زاده، اخبار.